شما چند سال پیش در تلویزیون دوجد فدراسیون روسیه در وقت برنامه چنین گفتید. من عیناً با زبان روسی این جمله شما را تکرار میکنم. اینکدا منستید نشتوی تاجیک. برای چی شما همین خیل گفتید؟ تشکر برادر عزیز. بله، من از این سخنم دست نمیکشم. این رو من از دلسوزی گفته بودم. این رو وقتی که جگری من میریخت گفته بودم و من ضد آن هستم که همین ما گرفتار کسل منشی باشیم. یعنی ما فقط تعریف کنیم که ما خیام داشتیم، ما سعدی داشتیم، ما حافظ داشتیم، ما فلان و فلان داشتیم. ولی ما باید با گذشتگان خود فرق کنیم. اما ما باید امروز داشته باشیم. ما باید امروز زندگی کنیم. ما باید امروز فرزانگان، نخبگان، بزرگان داشته باشیم. من این گپ برای آن که جگری من میریزد وقتی من میبینم که یک تاجیک غلام یک الکش است، وقتی که من میبینم که یک معلم، یک آموزگار در یک ساختمان کار میکند، وقت باور میکنید وقتی من اشک میریزم وقتی میبینم که یک تاجیک اگر یک میلیسیانر در مسکو، در پیتر یا در جای دیگری بیند روس میشود. من اشک میریزم وقتی میشنم که دختران تاجیک در جاده های دوشنبه میایستند که یک شب را با یک کثیف روز کنند که برای یک بریده نان. من اینو در نظر داشتم و باور کنید ما وقتی ملت میشویم که به خودمون خندیم، ما وقتی ملت میشیم که خودمون تنقید کنیم، ما وقتی ملت میشیم که درباره خودمون لطیفه گوییم، انکدوت گوییم، انا آن وقت ما ملت میشیم، انا آن وقت ما بزرگ میشویم. این شعارهایی که مثلا همین رحمان فی کثیفه میگن ما آریانیم و ما فلانیم و فلان، ما باید از این دست کشیم. و باز یک بار تکرار میکنم، امروز کدام ما یک آدمی داریم که دنیا شناسد؟ امروز کدام ما یک چیزی اختراع کردیم که در گوشه نوشته باشد که مد این تاجیکستان و مردم خریداری کنند؟ ما چی داریم؟ ما چی داریم که فهم کنیم؟ ما باید گریه کنیم، ما باید شر کنیم، ما باید توبه کنیم، ما باید از سر نو جامعه ناموس، تبای ناموس را ببر کنیم. ما چه ملت هستیم که 22 سال تصور کنید یک پلیده، یک کثیفه، یک خبیثه طاقت نکنید. شما ببینید ملت چچه 1 میلیون نبود، به ضد یک کشور 150 میلیون جنگید. امروز چچه بودن افتخار است. امروز اگر در کوچه های مسکو یک میلیسیانر یا 10 میلیسیانر یا 100 میلیسیانر یک چچه دارد میلرزد میگه ایزونیت پجارتی وی چچه است ایدیته. اگر تاجیک یا چیکار میکند؟ بیا حاجت خانی من تازه کن، بیا با پدر عروس من خدمت کن، بیا این کو و آن کن و چخیره دیدیم با پایش میپراند. من برای همین ضد بزرگمنشی هستم. ما امروز باید واقعا شرم کنیم. ما ملتی، ما نسل ما شرمنده ایم که رحمان فتاقت میکنیم، ما شرمنده ایم که به $100 زندگی میکنیم، ما شرمنده ایم که از گستر بایتری بودن فخر میکنیم، ما شرمنده ایم. مبارزه من برای دست کشیدن از این شرمندگی است.